ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار 20 را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. 2 روز اول خواجه از سبب بغایت خسته بودن سر از بالین برداشته نمی توانست. عبدالله جبه‌ساز و سردار دسته پاسبانها به صوفچه 2 طرف دروازه خانه نشسته به هیچ کس اجازت نمی دادند که به حولی به زیارت خواجه کمال درآید. تب و تفس خواجه بلند بود. در روی بستر آرام و قرار نداشت. تیز تیز از پهلو به پهلو می گشت. پیوسته آب می خورد. هنگامی که تب می برد هرزگویی می کرد. بعضا خود به خود می خندید. شعر قرائت می کرد. طبیب تنها به شیخ محمد رخصت داد که به سر بستری بیمار بیاید. او می ترسید که کمال وبا زده باشد. روزی دراز چای گرم می داد. داروهای می داد که سر را تفسانده بدن را می سوزاند. شیخ محمد با روی مال عرق سر و بدن بیمار را پاک می کرد. قریب هر ساعت روی جا و کرته تنش را عوض می نمود. شیخ و طبیب شب تا روز میژه ته نکرده در سری بالین بیمار نشستند. پیش از صبحدم روز دوم خواب خواجه کمال برد. وی به مثل کودک فش فش نفس می گرفت. حتی پهلو نمی گشت. قریبی های پیشین چشم کشاده به محمد خوابم سخت برده است. یار و دوستانی به عیادت آمده را معطل کردم. معذرت می خواهم گفت. رفته گویید من طهارت کنم دست روی شویم به نزدشان می برایم. خوب شد است. گویان شیخ رفت. کمال در سری بالین خود پیرمرد نورانی ریش سفید را دیده به حیرت افتاد. برادر ببخشید، من از این پیش شما را ندیدم. صورتتان گرم می تابد. خواجه بزرگ بیهوده عذاب نکشید. ما هیچگاه همدیگر را ندیده ایم. مرا درد با شما آشنا کرد. خیریت از درد فارغ شدید. و گمانم تمام درد و مرض 11 ساله در این 2 شب روز از بدنتان برآمد و شمال تبریز برد. اکنون فهمیدم. حکیم حاذق من شما هستید که در بیهوشی آوازتان بعضاً به گوشم خوش می رسید. منت دارم. عرض خدمت چنین است که باید کمش 3 روز از بستر نخیزید. ای دوست بی‌بهای من، اگر شما دانید که این 3 روز برای من 1 عمر است، به نزد من چنین طلب نمی گذاشتید. من با مهر و صداقت همین مردم زنده ام. با یاد آنها 100 عذاب و مشقت را پشت سر کرده امید به روز دیدار بسته ام. به آرزو رسیدید و این خوشبختی را به خوشنودی ادامه دهید. محض برای آن باید که چند روز بستری باشید. از گفته های شما برمی آید که احوالم خیلی بد بوده است. با سعی کوشش شما به خود آمده ام. 100 بار دیگر تشکر می گویم و 1 عمر از شما منت دارم. لااقل اجازت دهید که با بعضی از دوستان روی بستر نشسته راز دل گویم. مرا ببخشید. در بستر خفته به شخص حرف زدن، سوال و جواب بین بنده و منکر نکیران را اگرچه به یادم می آرد، من به اینش هم شکر می گویم. طبیب به اصلاح شرط خود راضی شد.
به قفای شاعر 3 تا بالشت گذاشتند تا که او تکیه زده با دوستان نزدیک صحبت کند. محمد برگشته خبر داد که یار و دوستان از سر برداشتن خواجه شادند و التجا دارند که تا به تمام صحت یافتن خواب کند. تشکر به دوستم عبدالله و سرداری دسته پاسبانان گویید که به نزد من درآیند. شیخ با شتاب رفته همراه آنها برگشت. شنید مرحمت به بری صوفه ایوان که یک انداز انداخته بودند اشاره نمود خواجه. میدانم امیر تیمور به شما در دربند انتظار می شود. تأخیر کردن شما سبب از راه داشتن لشکر می گردد. مرا درد از پای افتاند، وگرنه با جان و دل به شما تا می توانستم خدمت می کردم. دوستم عبدالله با این 10 تایی محافظان من برسته محله خود روید، به هر کدامشان یکتایی جامه بنارس خریده بپوشانید که از من همچون نشانه به دیارشان برند. عبدالله جبه‌ساز تعظیم نموده پیشنهاد را پذیرفت. خواجه کمال به شیخ محمد اشاره کرد که برای خرید مبلغ بدهد. حضرتم سردار پاسبانها به خواجه مراجعت نمود. سربازان از شما امیدی دیگر دارند. افسوس که بیمارید، درخواست آنها را به جا آورده نمی توانید. محض برای آن تحفه شما فرموده را قبول می کنم و چون بیرق افتخار به دیارمان می برم. صبر کنید، صبر کنید. شما از کجا می دانید که من چرا می توانم چرا نمی توانم؟ به من گویید که آنها چی می خواستند؟ استاد، آنها سلامتی شما را می خواهند. از من چی درخواست داشتند بگویید، وگرنه از شما سخت می رنجم. حضرتم پیش از بیماریتان می خواستند که به آنها یکتایی از شعرهایتان را روبردار نموده تقدیم کنید. می خواستند به دیارشان برده به مردم نشان دهند که شعر با دستان سحرآفرین شما تألیف شده است و آن ورق مقدس را به اولادان خود میراث گذاشتنی بودند. باکی نی بگویید که من امشب به هر یکشان شعر از اشعارم روی نویس کرده فردا به وقت ناشتا به دستشان می سپارم. اما این نیت مرا دیگر نمی کند. محمد شما هم با اینها همراه روید و به هر یکشان جامه تبدیل بخرید. پوشیده بیایند من ببینم، دلم آرام می گیرد. روزی دیگر سربازان را قریب همه مردم ولیان کوه با عزتداری تمام گسیلانیدند. آنها به جای پرچم در دست ورقی داشتند که در آن دستخط شعر خواجه کمال بود و با افتخار آن را به مردم نشان می دادند. بیماری خواجه قریب 2 هفته طول کشید. اگرچه او بستری نبود، پای روان درد می کشید. روز به روز لاغر گشته کم حرکت شد. از صحبت طولانی طبعش می کاهید و به بزم و طرب دیگر شوق نداشت. طبیب یک شب محمد، عبدالله و گلکار را با بهانه دارو فرستادن به حولیش برد و در راه عرض نمود. خواجه در اسارت سخت آسیب دیده است. بغومی 3 قبرغه ورم دارد. این نشانه ضربه سخت می باشد. ستون مهره اش نیز آزرده است، سوزش می کند. از این رو او همیشه در تب و تفس می باشد. خوب می بود که او چند مدت بستری باشد، لیکن او قبول نمی کند. خود را تنصیحت نشان می دهد.
اما در اصل عذابی طاقت فرسا می کشد. وقتی راه گشتن چند بار دست به پشت برده میان راست می کند. این نشانه آزار ستونی مهره است. من این را برای شما بی سبب نقل نکردم. استاد را از صحبت‌های طولانی آزاد نمایید. خواجه کمال روزها گردی باغ را دور زده، هر کم و کاستی که بود برای برطرف نمودن مصلحت می داد. هر پگاه قیچی در دست گل می برید، به جویه که ریحان و نعنا آب می کشاد یا تکی هینا و گل عنبر را با تیشه نرم می نمود. محمد در 11 سال نبودن استادش برای آبادانی باغ زحمت زیادی کشیده بود. آن پولی که با هنر خطاطی و درسگویی به دست می آورد برای سبز و خرم ساختن باغ صرف می کرد. خواجه کمال هرگاه که از تماشای دار و درخت، گل و گلزار ذوق می برد در حق شیخ محمد دعا می کرد. در باغ بغیر از میوجات تبریز و ولیانکو چند درخت بود که در دیگر میدانها دچار نمی آمد. از همه مشهورش زردالوی خجندی که دیرتر نام کمالی را نیز گرفته باغ را آوازدار کرد. نهالهای این زردالو را پدر خواجه با کاروانیان از خجند فرستاده بود. زردالو در مکانش زردالوی قندک نامیده می شد و در تبریز همچون زردالوی خجندی یا کمالی قبول شد. مردم مقیمی اطراف و اکناف برای چشیدن این میوه اشتیاق زیاد داشتند. شیخ محمد از چوکان بید و نوده توت 10-15 سبدچه دستدار بافته بود. در موسم زردالو پز به آنها از زردالوی خجندی چیده به حولی دوستان خواجه کمال می فرستاد. باشندگان محله به خصوص بچه ها برای زردالو خوری به تک دروازه می آمدند. شیخ از طرف راست دروازه خانه صوفه دراز سازانده بود که بر رویش شال گسترده یک اندازی تنوکی پخته‌دار می انداختند. هرگاه که مهمانان می آمدند به نزدشان دسترخوان گشاده نان می شکست و در 1 یا 2 لگند زردالو می آورد. پایان آن ضیافت خاصه دعا می طلبید که خواجه کمال هرچی زودتر از اسارت برگردد. پیر و برنا همه دعا می گفتند که خداوند شاعر ملک را آزادی عطا کند. دکاندار محله به مراتب به شیخ پیشنهاد نمود که میوه باغ را به مردم تقسیم نکرده به او بفروشد. وی با نرخ بلند می خرد. خودتان باغ و میدانی چندین تنابه دارید. در اطرافتان اشخاص میوه فروش زیادند. باز چرا به میوه باغ ما خریدار هستید؟ باری از وی پرسید شیخ. شما به بازار روید، کمتر دور زنید، گوش اندازید و به داد و فریاد فروشگران اعتبار دهید که آنها چی ها می گویند. هر کدام نام مالی به خلق مشهور شده را به زبان آورده فریاد می زد. شرح می داد دکاندار. ها بیایید سیبی گلشن باغی، ناکی قطار باغ، اناری سنگستانی و غیره. اگر من بیایید میوجات باغ خواجه کمال گفته اعلان کنم، مردم نه تنها میخرند بلکه خریده به چشم میمالند، بوسه میزنند و در حق شاعر دعا میخوانند. شما به این سرفهم نمی روید. هیچ نباشد به من از هر میوه 1 سبدی فروشید، کاری ثواب میشد. من اکنون خوب سرفهم رفتم، پاسخ داد محمد. من به شما 1-2 سبد می فروشم، شما به 200-300 سبد
نام میوه خواجه کمال نهاده می فروشید؟ قربان اهل فهم شوم. گفت دکاندار به سر کتف شیخ یک زد. من دشمنی اهل مردم فریبم. گفت محمد به کتف دکاندار چنان سخت فراورد که او به یک پهلو خم خورد و این دست یا آهن گفته نالید. مردان حالدان این همه را به خواجه کمال گوشرس کرده بودند. در عین حال می فهماندند که حاصل باغی 4 تنابه را به مردم تقسیم کردن آنقدر ثواب نیست. سخاوتمندی نیست، حد و حدود دارد. هرچی محمد روا بیند من راضی. پاسخ داد شاعر: شاید این کار موجب دلخوشی اوست. وی در حقیقت به طرز زندگانی استادش خو گرفته بود. تنی تنها یک بریده نان از گلویش نمی گذشت. موردهایی بودند که به ناشتا، طعام پیشین یا به شامخوری یگان کس را گرفته می آمد، به سر خوان می شیناند و بعد تناول می کرد. دوستان خواجه کمال هر سری وقت به درگاه شیخ آمده شب نشینی می آراستند، از اشعار کمال شعرخوانی می کردند. از این دل و جان شاگرد قوت می گرفت و تا دفعه آینده صحبت یاران را انتظاری می کشید. ابراز می داشت که او با یاد نکوی استاد زنده است. فصل تیرماه، به خصوص ماه میزان، باغ خواجه کمال فردوس را می ماند. شاخ و نوده های شفتالوی تیرماهی، آلوی هراتی، سیب گلشن باغی، ناک قطارباغ و سیب حسن یوسف قریب بود شکنند. در تاکزار انگورهای شبرغانی، دل کفتر، کلت حسینی و کدو حسینی، کشمشی مرواریدک، چرس به مثال قندیلها به نوده ها آویزان بودند. هر کس که از در حولی می در آمد بی اختیار چشم به سوی میوه‌زار دوخته از تماشای باغ ذوق می برد. خواجه کمال بر روی کتی تکی تاکی دمگه پیشایوان نشسته به کاغذ روی میز قلم می کشید و به یک نقطه نظر دوخته غرق خیال و اندیشه های رنگین شد. بخواست یکی از شاگردان محمد پیدا شد و استاد مهمان می آید گفته شاعر را به خود آورد. خواجه به شاگرد گفت که چشمش ره بریده است و این نشانه آن است که با مهمان وامی خورد. همین وقت مرد جنده‌پوش جنونی از در حولی وارد شد که بیشتر به آدم یابایی شباهت داشت. شاگرد از دیوان اوزایی مضطرب احوال بترسید، خواست بیرون براید و فریاد کرده همه را به حولی دعوت کند. جنده‌پوش از دست جوان سخت قپید و چشم از خواجه نکنده فرمود که از جای نجنبد. کمال از این رفتار مردی مصیبت زده به تشویش افتاد، از جای برخیست و آهنگی به پایان فرآمدن و کفش پوشیدن کرد. مرد یک باره استاد گویان فریاد کشید. خواجه در لب کد محو حیرت شد. استاد بزرگ، مرا نشناختید. من همان اکبری ساربانی بدبختم که در بیابان اسیر افتاده بودم. اکبر؟ خواجه از کد فرامده کفشش را نپوشیده به استقبالش شتافت و جنده‌پوش را گرم به آغوش گرفت. دوستی عزیزم، نجات دهنده من، مرحمت، گذارید نشینید. نه استاد، به نشستن راضی نشد. این جنده شاهانه من از جواهرات جولنده خالی نیست. اینجا میشینم. کمال به کد برآمد. اکبر به پایان کد به زمین نشست. خواجه باز برخیست و گفت که
این طور شدنش ممکن نیست. من هم به پایان می فرایم، از پهلوی شما به زمین می شینم. شاگرد به هیچ چیز سرفهم نمی رفت و به مثال آدمی لب فرو بسته متحیر می ایستاد. نه نه استاد، به پایان نفرایید، مرا به گناه نگذارید. وی بری شال روی کت را ته کرد و بالای تخته نشست و از کمال خواهش نمود که دعا بخواند. بعد آمین گفتن شاگرد به میان کت دسترخوان گسترد، نان و یک لگن از میوه باغ آورد. اکبر به دسترخوان نظر دوخت، به چشمانش اشک حلقه زد. او بر قد آمده گفت استاد محترم، بعد جدایی از شما این ضیافت اولین است که برای من آراستند. این خیل دسترخوان تا من زنده ام به شرف شما گسترده می شود. بگیرید، از میوه های باغ ما بچشید. میگیرم استاد، بسیری میگیرم. میخواهم این میوه های جنت را تماشا کنم. پیش از همه چشمم سیر شود. به گمانم همه رنج و عذاب من از ناسیری به سرم آمده است. هزارها بار به درگاه خدا شکر میگویم که به من چشیدنی میوه باغ خواجه کمال میسر شد. این ساعت در عالم از من دیده انسان خوشبخت نیست. به آرزوی دیرینه ام رسیدم. نیت من این بود که به دیدار شما رسم. خدا را شکر به آرزویم رسیدم. من نیز بی حد شادم. باور داشتم که ما با هم وا میخوریم. از سرگذشت خود گپ زنید. سرگذشت غلامی دلگیر و یک رنگ است. چون چشم روز کفید غلام سیاه می شود. شب سر به بالین می گذارد و آرزو می کند که دیگر روز نشود تا بشره نحس غلامدار و نوکرانش را نبیند. 2 بار گریختم، به دست افتادم، زنجیر بند کردن، جزا دادن. در جسمم از جای ضرب نخورده چشمم ماند و دلم. دیگر همه جایم از سر تا نوک ناخنم به آزار است. ورم شش دارم و جگرم زرداب بسته است. استاد یاد دارید در بین غارتگران یک نفر بود که به شما رخت سفر آماده نمود. این دفعه آن مرد به من یاری داد که بگریزم. اگر وی نمی بود باز به دست می افتادم. ما نیز به طفیل نکوکاری های وی زنده ماندیم. چرا غارتگر شده به کوی بد رفته است؟ من نفهمیدم. نیتی پاک و عزمی نجیب دارد. می خواهد از سردار دسته غارتگران قصاص بگیرد، ولی فرصت قلی دست نداده است. استاد، گریخته به دیارم برگشتم. گمان داشتم که مرا خوش قبول می کنند، ولی افسوس که امیدم برباد رفت. ضرر کاروانی به غارت رفته را به دوش منی اسیر بار کردند. منزل و مکان، اسباب و اسکونه، چیز و چاره و اموال دکان را از خود نمودند. زن و فرزندم غلامی درگاه شدند. خواستم اهل بیتم را گرفته روم. ثروتمند راضی نشد. گفت که 10,000 تنگه بده، بعد کجای میخواهی برو. گفتم ای خدا بی خبر، میبینی که مرا به یک پول سیاه نمیخرند. گفت میدانم که تو ارزش نداری. دخترت را به من بزنی بده، خودت با زوجت از اینجا بروید. دود آهم به فلک دکه زد. داد و فریاد کنان از نزدش به در رفتم. نابکار، چرا فلک خاموش است؟ چرا زمین این گونه پلیدان را به کامش نمی کشد؟ ای استاد، مرا به غم و کلفت گرفتار کرده باشد هم دم به دم سخنهای غارتگری بیابان را به یادم می آرم
و میگویم که حق به جانب توست. کدام سخنش در چی بابت؟ در یاد دارید میگفت که عدل و انصاف در زور و توانایی من است. شنیدم که از اسارت برگشتید، خرسند شدم، آمدم که زیارت کنم. تشکر، سرم به آسمان رسید. شما به من شوق دیدار آوردید. امروز روزی مراد بوده است. برخیست آغوش گشاده به پیشواز شیخ محمد رفت که از در وارد می شد. محمد اکبر را دیده به استقبالش شتافت. هر دو یکدیگر را به آغوش گرفتند. بیایید نشینید، تکلیف کرد خواجه. محمد: دیدید امروز ما و شما چه خوشبختیم. خواجه بزرگ: از ضرب درد و علم، از زوری جور و ستم شبها خواب نمی برد. شما هر دو در پیش نظرم پیدا می شدید و سیمایتان باعث تسکین دل می گردید. شعر آخرین در سفر خوانده اتان به یادم می آمد که تنها یک بیتش به معنی جا شده بود: محروم مران از در خویشتن که گدا را، امید عطا بر در اهل کرم آورد. خود را سرزنش می کردم که چرا بندهای دیگر به یادم نمانده است. محمد: اکنون شما مشکل کشای ما شوید. من هم این غزل را پرده به یاد نداشتم. شیخ به چشم گفته قرائت کرد: دل در طلبت روی به صحرای غم آورد، جان بی دهنت رخت به کوی عدم آورد. ما را هوسی روی تو در کوی تو انداخت، حاجی ز پی حلق قدم در حرم آورد. محروم مران از در خویشتن که گدا را، امید عطا بر در اهل کرم آورد. روزی که به سر وقت من آیی، همه گویند شاهی است که در کوی گدای قدم آورد. بادا سری سودا زده خاکی رهی آن باد، کز کوی تو جان در تن ما دم به دم آورد. نقشی دل و دین شوست کمال از ورقی جان، تا وصف خط و خال بتان در قلم آورد. احسن احسن گویان اکبر به خواجه و محمد سرخم نمود. این شعر و این قرائت به دل من قوت شد. اکنون عزم تمام دارم کاری پیش گرفته را انجام دهم و به آرزوی آخرین خود برسم. دست برو کشیده آمین گفته با شست از جای خیست. اکبر شنید. او را خواجه باز داشت: من نیت شما را درک کردم. می خواهید از ثروتمند جان ستانید. اکبر به جای پاسخ دادن سر به زمین انداخت. این از روی مسلمانی نیست. به هر نکوکار و به هر بدکردار خداوند عالم حکم خود را می برآورد. سرگرمی اندیشه اول شده به عرصه حیات قدم نهادن رفتار مردمی کوتاه اندیش است. شما یک بار از داغ غلامی تازه شوید، بعد ببینید که در چی صورت هستید و چی مقصد در پیش است. محیط نیست به فعل و اطوار بنده مسلمان تأثیر می بخشد. می دانم دلتان پاک است. محمد، سر و لباس تازه تیار کنید و ساربان را به گرمابه ببرید. محمد به چشم گفته به خانه در آمد و با یک بخچه زود برگشت. با اکبر از حولی به در رفت. خواجه کمال سله و جامه کرده بعد رفتن آنها به کوچه برآمد.
در هر دو طرف راه پیاده‌گردها از راهشان باز ایستاده به جانب او سری تعظیم خم می کردند. سواره ها از اسب و عرابه فرامده به وی سلام می دادند و تا گذشته رفتنش از جای نمی جنبیدند. اگر کسی از اهل محله روبرو آید شکر می گفت که شاعر خواجه کمال به کوچه برآمده است. خواجه در 2 سال آخر از سبب بیماری به توی و تماشاها به سیر و گشت نمی برآمد. به عزا و تعزیه می رفت و بس. وی از محله خود دور شد و به کوچه بالای انهار در آمده تقریباً 200 قدم ماند و نزد دروازه 2 طبقه بلند کندکاری توقف کرد. لحظه خاموش ماند. اندیشه به سرش آمد و او را از راه نگاه داشت. به عقب نگریست و در را کوفت. یک دم صبر کنید می برایم. شنیده شد آواز کسی از حولی. از بین چند ثانیه نگذشته مردی تنومند میان قد کلچروی کمریش در لباس زرحلدار سله مسقالی در سر از دروازه برآمد. خواجه کمال را دیده در حیرت افتاد. چشمانش را کلان گشاده می نگریست ولی حرفی نمی زد. شاعر از دست و پای گم کردن او پی برده سلام داد. سوداگر با شنیدن آواز خواجه به خود آمد و السلام علیکم گفته میخواست خود را به زیر پای کمال افکند ولی شاعر به این راه نداد و از بغلش داشت. حضرتم، مرا معذور دارید که به هیجان افتادم. مرحمت، به حولی می درآییم. وی سر از در درآورده کسی را فریاد کردنی بود. خواجه مانع شد. نه، مرا از مرحمت خداوند محروم نکنید. به آستان من پای گذارید. یک لحظه باشد هم به سر خوان من بشینید. نه، وقتم تنگ. وعده می دهم که باری دیگر می آیم. مرا احتیاج به نزد شما آورد. مرحمت بنده با جان و دل به خدمتتان آماده ام. شما به شیخ محمد بارها اشاره کرده بودید که میوه باغمان را فروشیم. استاد بزرگ، مرا ببخشید. نه، در حقیقت امروز آمده ام که شما حاصل باغ ما را یک لخت بخرید. مرحمت. با جان و دل. این آرزوی دیرینه من بود. من به 10,000 تنگه احتیاجمندم. اگر مشکلی مرا آسان کنید حاصل باغ از آن شما. حضرتم، آخر این ارزش یک ملک است. فرض کنید که به درتان نآمده ایم و شما عرض مرا نشنیده اید. نه استاد، من راضی. پول به من همین ساعت لازم. حضرتم، من زود از حولی برآورده می دهم. من عهده دارم که شما را از خجالت برارم. یک سری قدم به حولی می در آمدید. من گفتم که دفعه دیگر با فرصت می آیم. قول من یک است. منت دارم. کمتر صبر کنید. من زود بر می گردم. سوداگر تازان به حولی در آمد. فرصتی بگذشت و با همیان پر از تنگه برگشته خواجه را تا تگی در حولیش گسیل کرد. درآیید، شاید حاصل را دیده خامچین می کنید. نه استاد، به این احتیاج نیست. همینش کفایه که من حاصل باغ شما را خریدم. اکبر ساربان خیال آلود با اندیشه آن که با زن و دخترش به کجا می رود راه می پیمود. هرچند معینه آب می کرد اما از کوچه سربسته برآمده نمی توانست. به در باغ سرمایه‌دار رسید. خواست در را کوبد. شخصی از قفا تنگه ها را آوردی گفته پرسید.
ساربان به پسش نگریسته دید که سرمایه‌دار با غضب به سوی او چشم دوخته است. آوردم انا. از بغل همیان را برآورده نشان داد ساربان. بده بشمرم، گفت سرمایه‌دار. زن و دخترم اینجا بیایند، بعد همیان را به دست شما می سپارم. به من باور نداری؟ آیا می دانی که زن و فرزند تو بر اینها زیاده از 100 نفر در تصرف من هستند؟ قسمت آنها به دست من است. خواهم بانی می کنم، خواهم می فروشم، خواهم جانشان را به جبار می سپارم. اما تو به من 20,000 تنگه را باور نمی کنی. چرا 20,000؟ 10,000؟ از رعیت گشتی؟ 1 نفر را می بری؟ نه، هر دو را می برم. من به گرفتن زن و دخترم آمده ام. چرا یکش را برم؟ من هم به این باور داشتم، پس چرا 10,000 تنگه آوردی؟ از روی گفته شما، مگر ما و تو شرط بسته بودیم؟ 10,000 تنگه را شنیده و از جایت پریده خسته به قفا نگاه نکرده گریختی. حتی گپی مرا تا به آخر نشنیدی. من 2 اسیر را به 10,000 تنگه نمی فروشم. اکبر با غضب دست به ساق موزه برد و یک باره لای و لته شد. آنجا کارد نبود. وقتی براه افتادنش خواجه کمال و عبدالله جبه ساز آن را گرفته بودند. من سخت به هیجان آمدم، گفت ساربان. در این حالت به نظرم فیل پشه می تابد و عالم مورچه. این قوه در بغل توست. اگر همیان را از تو بگیرم، باز پشه یا مورچه می شوی. نه هر کس با معجزه نیرو بخش باید سر و کار داشته باشد. زر پرور دیگر است و خر پرور دیگر. من از بحر زر می برایم و تو را می پسندم. تو عقل و هوشی مرا بجایش آوردی. حرمت سالها با تو همکار بودن، نان و نمک خوردن مرا از قصد بد نگاه می دارد، وگرنه من مینه پوسیده تو را زده پچق می کردم. به خدا شکرگو که عقل و هوشت بجایش آمد، وگرنه می فرمودم که از گوشت بدنت شوربا بپزند و به خودت خورانند. نگاه کن. سرمایه‌دار با انگشت به طرف راست کوچه اشاره نمود. اکبر به آن جانب نظر انداخت و دید که 2 مرد برزنگی به جبه تیر و کمان جا می کنند. آتشی قهر و غضبش دوباره فرو نشست و اکبر راه مراسا را جسته عرض نمود که با زن و فرزندش واخورد، مصلحت کند که کدام از آنها با او می رود. ثروتمند خندید و گفت که گمان می کردم تو آدم عالم دیده، تلخی و شیرینی های حیات را چشیده ای. می بینم که تو همان اکبری نااهده برایی که را بردن با کی رفتن در اختیاری تو نیست. نرخ آزادی هر کدام را من مقرر می کنم. اگر بازه ندروی، از آن 10,000 5,000 را گردانده به دستت می دهم تا که رفته سر حساب زندگیت را بیابی. این را خوب بدان که اگر من راضی شوم آنها را می بری، در عکس حال خودت نیز در برشان می مانی و خدمتگاری درگاهی من می شوی. من آنها را باید ببینم. این به تو میسر نمی شود. آنها به باغات دیهی سای بالا میوه چینی رفتند. بعد 4 روز برمی گردند. کی رفتند؟ دیروز تو آمدی و آنها به صحرا رفتند. من بعد 4 روز باز می آیم. طلب می کنم که آنها هم اینجا باشند. به تو گپ فهماندن مشکل برین. از یاد نبرار که
به طلب کردن از من حق نداری. می توانی خواهش کنی، التجا نمایی، ضرور شود سر به پیش پایم گذاری. نامه قسمت تو چنین است، این قسمت را من به تو نبخشیده ام، خودت انتخاب نموده ای. برو خوبتر اندیشه نما، شاید به قرار نیک بیایی و از دعوایت گذر کنی. در صوفچه‌ای بری دروازه خانه خواجه و عبدالله روبرو می نشستند. شاگرد شیخ محمد به آنها خدمت می کرد. استاد، مسافران از حولی پیشتره شما کوچیده رفتند، خبر داد عبدالله. در دیه زمین خریده حولی و جای ساختند. ما و شما شیخ و گلکار و شریف عرابکچ را دعوت کردند. زنده و صحت سلامت باشیم، می رویم. گلکار و نانوای، شریف و آهنگر شکست و ریخت حولی را کرده روبوچین نموده به آمدن اهل خانواده اکبر نگرانند. همین که برگشتند به مبارکبادی آزاد شدنشان از غلامی می رویم. من به محمد فرمودم که یک گلیم خوش رنگ بخرد، تحفه می کنیم. اکبری پریشان احوال از دری یک طبقه دروازه با شست در آمد و به سوی حولی شتافت. چشمش به خواجه و عبدالله افتاد، از راهش باز ایستاد. بی‌ایست چخور چخور نفس می گرفت، به حرف زدن زبانش نمی گشت. شاگرد یک پیاله شربت خنک داد. اکبر با یک دم کشیدن آن را بنوشید، آهی وزنین کشید، به بری عبدالله نشست. اکای عبدالله، کار خوب نکردید. نارضایی اظهار نمود. کارد مرا بیهوده گرفته اید، مرا از کار ثواب بی نصیب ساختید. اکبر، آرام شوید، بگویید که چه واقعه روی داد، پرسید خواجه کمال. اکبر با دلی پردرد نقل کرد که با غلامدار چه خیل دوچار شد، چی گفت و چی شنید. استاد، شما با اکبر صحبت کنید، من به زودی بر می گردم. عبدالله منتظر جواب نشده از دروازه خانه با شتاب به در رفت. شاعر به شاگرد چشمک زده سر جنبانده اشاره نمود که برود. خواجه کوشش می کرد که اکبر آرام شود، اشک نریزد که این شیوهی مردان نیست. به من رخصت دهید، رفته سزای آن حرامزاده را دهم، سرش را از تنش جدا کنم. عبدالله، گلکار و آهنگر اسب سوار آمدند. شریف با عرابه کوچک خچر سوار آمد. اکبر، برآیید، به عرابه نشینید، امر نمود عبدالله. اکبر برآمده از پهلوی شریف نشست. سواران همه علم زده و در حق سرمایه‌دار حکم خود را برآورده بودند. همگان غرق خیال و اندیشه آرام و لب بسته می رفتند. چون به مرز دیه رسیدند، از دور سوار نمودار شد که به سمت شمال به سوی باغستان کوهدامن می شتافت. ببینید، گفته آهنگر به طرف سوار اشاره نمود. وی می گریزد، به گمانم غلامدار است. شما شتاب نکنید، من رفته از راهش بر می گردانم. لازم نیست، گفت اکبر. وی به دیهه لب سای بالا می رود. زن و دختری من در همان جا. به وی رسیده گرفتن شرط است، گفت آهنگر اسب تازاند. شما گفتاری 20 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که به 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.